درود بینندگان گرامی و مخلصان همیشگی برنامه شفاخانه طبیعت از تلویزیون علم و طبیعت. بیننده گرامی یادرس میشم که در برنامه امروزه نسبت البته که تبابت غیر داروگی یا که تبابت گلوگیاهی یکی از علت‌هایی که در امروزها یعنی در عصر 21 قریبی که پاندمی هم هست یعنی فشار بلندی با شما صحبت داشته باشیم. در حقیقت از نظر البته حسابات‌های آماری وزارت عمومی جهانی تندرستی برمی‌آید که در جای اول فوت انسان‌ها از علت‌های دل و رگ‌ها پیدا می‌شود، یعنی سردش سیستم سیستم میگن و از اینسولت یعنی از فلج و از سکته دل اینفارکت و پس امروز در یعنی موضوع امروزمون تصمیم گرفتیم که نسبت اون موادهای شفایی غذایی چی گلوگیا چی میوه‌جات و سبزیجات هست که قریب که خوب البته 100% جای داروها رو عوض کردن نتواند هم ولی در اکثریت موردها تاثیر خیلی خوبی مثبت میبخشد. خب یادرس میشم که وقتی که ما مثلا نسبت البته تبابت این یا اون بیماری صحبت میکنیم حتما از نظر علمی میخواستم که یعنی مکانیزم پیدایشی همین بیماری رو با شما البته که فهمانده دیم. سبب اساسی پیدایش فشار بلندی اصلا نادرست شدن یعنی خاصیت‌های الاستیکی چندری یعنی رگ‌های شعاع‌های خون حرکت کننده هستند. ارتریا، وینا، کاپیلارها است. مخصوصا یعنی ارتریا و ببینید که یعنی علم امروزه خیلی خوب میدوند و میفهمد و تجربه‌های زیادی علمی لابراتوری هم گذرانده است که چرا که مثلا خاصیت‌های الاستیکی چندری رگ‌های شعاع‌های خون حرکت کننده نادرست می‌شود. سبب‌ها خیلی زیاد دارن ولی یکی از سبب‌های اساسیش این البته خیلی که همیشه من در برنامه‌هایم نسبت فربگی صحبت میکنم این البته فربگی هست. وقتی که فربگی پیدا می شود حالت‌های استیاتوزی گپاتوزی در جگر پیدا می شود روغن‌ها خلسترین‌های پاتولوژی یعنی در اندوتلیاهای درون شعاع‌های خون حرکت کننده البته یعنی میچسبند. چرا میچسبند؟ چون که میکرو ترشینو یعنی همون ترقش‌های خیلی مایده‌ای که با سبب‌های گوناگون در اندوتلی رگ‌های خون حرکت کننده پیدا می شود و اون بود یک خصلت دارد که ایون‌های کلسی رو به خود از خون میگیرد و میچسبد و یعنی روپرو چسبیده یک ترومب رو بلیاشکا حاصل میکند که در زبان شیرین تاجیکانه او رو توپا میگن بلیاشکا که میچسبد و چسبیده غوص میشود و یعنی همون دیامتر یا که مسافه یعنی تنه درونی رگ‌های خون حرکت کننده خرد میشود تنگ میشود و ببینید حرکت خون زیاد میشود. دل مجبور میشود که خون رو زود یعنی کار کرده و با مغز سر تیاد. مکانیزم اساسیش همین است بیننده گرامی که وقتی که حرکت خون ناراحت میشود کسلرود یعنی اکسیژنی که ما به او همگی یعنی تو از 3 دقیقه بالا یعنی حجره فلج می شود و مغز سر اساسا باید که کسلرود رو خون برده رساند و کامپوننت های غذایی که مثلا در خون هست باید که با یعنی گلوکوز و دیگر ویتامین ها رو با مغز سر برده رساند با نیرون ها برده رساند. و ببینید علم امروزه چی میگه بیننده گرامی؟ میگوید که یعنی فشار بلندی از فربگی است، فشار بلندی از علت‌های گرده است، پوچنیگی پرتنه میگن، فشار بلندی از علت دل است، سردچنی پاتولوژی میگن سبب دل، فشار بلندی از شعاع‌های گردن بسیار هست، یعنی رگ‌های خون حرکت کننده که در گردن هست اصلا میگوید قریب 95% یعنی از همین شعاع‌های گردن هست. چخیل است یعنی اونجا همون حالت‌های اتروسکلروزی حالت‌های سودتبندی چرا که من رو مکانیزمش رو در بالا صحبت داشتم بیننده گرامی یعنی رگ‌ها خرد میشوند. خب البته خون به سر یعنی زود در وقت خودش یعنی میرود و کم میرود
و کислорود رو برده نمیتواند و مخصوصا من همین قسمت پشت سر که در اینجا یعنی مخشه است و در اینجا اساس کنترل کسلرودی رو که در سر ان همین و این وظیفه رو به خود وظیفه دارد فونکسیون فیزیولوژی این اخبارات میدهد که در مغز سر ما کسلرود نرسیده ایستاده است و این فرمایش میدهد توسط شوراها به دل که زود خون رو پرتوید و وقتی که دل خون رو به عصب میپرتوید در حقیقت یعنی او مجبور هست که زیاد زند یعنی فشار در اینجا بلند می شود و بینید که برای 95% که محض از همین شوراهای گردن وابسته است این حالتهای اتروسکلروزی است حالتهای استخواندروزی گردن هست که 7 ستون مهره دارد خوب البته ورم ها هست و نمیگذارد که مثلا خون آزاد به سر رود و مثلا گرده که مثلا کاری فعالیت گرده سست می شود خوب کسلرود نمی رسد و وقتی کسلرود در البته نفرون ها نمی رسد نفرون ها با وجود می آیند نیرون های اون البته که نفرون ها یعنی با گرمون بالای گرده ندپاچشنیک ها اخبارات می دهند با چی با کورتیزول و ادرنالین نور ادرنالین که اونها ارگانیسم رو یعنی بیدار کنند چون که باید فشار ما در یک تنظیم معین باشد و بینید که یعنی پوچنگی پرتنه میگویند وقتی که هوا نمیرسد در گرده توسط نرسیدن هوایی که در اینجا نمیرسد و از شش یعنی نمیرسد با خون که خون با گرده میرود و بینید که گرده های ما مثلا اگر از نظر فونکسیون فیزیولوژی نگاه کنیم در یک شبانه روز از یعنی 80 تا 200 لیتر خون رو یا 180 تا 200 لیتر خون تازه میکند و 100 لیتر پیشوب پیرویچ مچه میگن اون رو پیدا میکند ولی توسط گرمونی البته که وازوپرسین که یعنی در دیوال پشت یعنی گیپوفیز هست اومده یعنی آنتی دیورک میگن او رو گرفته یعنی به خون میبرد همون پیشوبی که زیاد هضم جدا شده بود از ترکیب گرده و یک نیم لیتر پیشوب رو گرفته یعنی میبرد و البته که تازه میکنه ترکیب پیشوب رو و اگر فونکسیون فیزیولوژی گرده که از 180 تا 200 لیتر چهل که گفتیم در یک شبانه روز از 5 لیتر خونه که ما داریم تازه میکند و اگر این یعنی اگر البته که کمبودی حاصل شود در اینجا اونجا رنین دارد خب ولامون رنین وازوپرسین رنین رو یعنی بیدار کردن نمیتواند و رنین فشار رو البته که بلند میکند توسط یعنی خرد شدن رگ‌های خون حرکت کننده انگیوتنزین هست اونجا یعنی اونها تاثیر میبخشند رگ‌های خون حرکت کننده خرد میشوند و البته که گرده نمیتواند که فونکسیون خود رو اجرا کند و در اینجا هم فشار بلند میشود یعنی 2% رو تشکیل میکند و 3% دیگرش یعنی زیاده از 100 کسلی که در ارگانیسم ما است مثلا ترس است واهمه است بیدارخوابی است خب فربگی ها است فراموش نکنید خب مثلا خب زخم های یعنی کیسته های ندپاچچنگ هست خب گیپرتیریوز هست وقتی که ایود بسیار هست و فونکسیون غدودی سپرشکل ما نهایت زیاد کار میکند اینها یعنی سبب میشوند که فشار ما بلند شود و بینید که یعنی عاقبت نهایت ناخوش دارد یعنی فشار بلندی البته که چی میتید یعنی 80% اینسول یعنی گماراگیسکی اینسول میتید ایشمیچکی اینسول میتید 20% گماراگیس اینسول میتید یعنی انمون اینسولتی ایشمیایی 80% است و گماراگی 20% است کدام وقت یعنی ایشمیایی میشود همون وقتی که حرکت خون کم میشود همون وقتی که کسلرود نمیرسد همون وقتی که رگ ها یعنی به هم جمع میشوند حرکت خون رو البته که مونگی میرسونن یعنی گیپاکسیا میشود گیپاکسیا مغز میگن کسلرود نمیرسد و اینجا در حقیقت فلج یعنی ایشمیایی میشود و فلج گموراگی باشد 20% است وقتی که فشار بلند میشود وقتی که رگ‌های خون حرکت کننده سر
یعنی خاصیت‌های الستیکی پلاستیکی چندریش نادرست میشود. یعنی حالت‌های اتروسکلروزی میگن در شوراهای خون حرکت کننده عصب، اتروسکلروز صورتبندی. یعنی اگر در زبان خوب شیرین تاجیکانه اگر گوییم در لهجه تاجیکانه، یعنی همون رگ‌ها قوقا میشوند، یعنی حرکت آنها البته که غیر معتدل میشود و وقتی که فشار بلند میشود مجبور است اون میکفد. وقتی که کفید یعنی در اونجا البته که خون لخ میبندد، گماتوم میشود. ولی 3 ساعت طلایی که در طب هست، 3 ساعت طلایی زلطهای چسب میگن در علم طب، اگر با متخصص یعنی با شوراشناسان نورولوگ‌ها نوروپاتولوگ‌ها اگر ما بیمار رو زود دسترس کنیم، یعنی 3 تا 4 ساعت هم ممکن است که یعنی او رو از همون خوب حالت وزمینی برمیگردونه. یعنی البته که مخصوص طبابات ها است، داروهای مخصوصی خون تنک کننده هست، اونها رو البته که شفا بخشیدن ممکن است. ولی اگر دیر کنیم طرف راستی ما با این حالت گرفتار شود، طرف چپ از کار میماند دست پا، و اگر طرف چپ شود طرف راست یعنی کرخ میشود. و البته که خوب این طبابتش هم بعدا پروبلم هم میشود. یعنی این سبب هایی هستند که از گرده یعنی از عصب، از فربگی، از نرسیدن یعنی کسلرود که توسط شراهای گردن میرود. برای همین ما در قسمت دوم برنامه‌مون نسبت طبابت غیر دارویی، گلوگیاهی یعنی فشار بلندی صحبت میکنیم. با ما باشید، خیلی جالب هست. و دیگر سبب ها دارد فشار بلندی، ترس و وهم مویمه دارد، زیقی دارد، بیدارخوابی دارد. البته که اینها تاثیر نهایت یعنی بلندی فشار بلند دارد. چرا؟ وقتی که ما میترسیم یعنی البته حساسیت و احساسات های منفی پیدا میکنیم، همون گرمان های یعنی البته کورتیزول و ادرنالین یعنی پیدا می شود. یعنی گرمان های هستند که ما رو هوشیار میکنن که ما از همون حالت، از همون جای و هم دور رویم. یعنی ما رو زنده میکنن. اگر با ما یگان چیز هجوم میکند، ما یگان مثلا دریا میآید که ما غرق نشیم، ما باید گریزیم، از اونجا دور شویم و این توسط علم گرمان ها ما میگریزیم. یعنی اگر اینها نباشن ما گریخته نمیتونیم. یک حالت ترس و وایمه که نرم فیزیولوژی البته ارگانیسم هست، یعنی خود رو از همون خوب مثلا فلاکت ما خود رو رها میکنیم، یعنی دور میگیریم. ولی ببینید که در همین حالت ها هم فشار بلند می شود. برای همین وقتی که ما در قسمت دومی برنامه‌مون برای یعنی طبابت غیر دارویی فشار بلندی صحبت میکنیم، بیننده گرامی نباید فراموش کرد که یعنی استعمال غذاها هم تاثیر منفی میرساند. یکم که حرکت کن خراب شو، دوم که یعنی غذاهای سالم استعمال کن، سوم که نمک رو یعنی شور رو کم استعمال کن. البته بی نمک حیات نیست. این مبادله آب و نمک یعنی توسط همون گرده که من صحبت کردم، یعنی اگر نتر بسیار شود بین حجره ها مرکزیت پرسترانس هم میگن، البته آب جمع می شود، فشار بلند می شود. دوم ما شیرینی میخوریم. وقتی که ما شیرینی میخوریم، شیرینی بسیار هم مثلا خوب یک در 10 گرم مثلا میگیریم که قند یک یعنی شیرینی هم بلند میکند. برای همین شیرینی هم باید کم خوریم. بعد شیرینی فربه میکند. قند، شکر، کلا اینها هم نهایت تاثیر منفی دارند. هم مثلا میگیریم که فربه میشیم، هم مثلا رگ ها خوب البته که گزارش خون مشکل میشود، هم کوریدیل مشکل میشود. ببینید شیرینی بعد تیزی، یعنی تیزی قلمفور تیز هست. البته تیزی از اون سبب هست که خوب مواد مخصوص دارد و تیزی خون رو قفز میکند. باید خونی ما هیچگاه قفز نباشد. و ما در برنامه‌های قبلی نسبت پیاز و سرپیاز صحبت داشتیم. بهترین یعنی طبابت فشار بلندی هم قبول پیاز و سرپیاز است و ما یعنی مکانیزم تیار کردن سرپیاز را با شما صحبت داشتیم که خون را تنک میکند.
و در اینجا یعنی خون که تنوک می شود در حقیقت حرکت خون خوب می شود خوب میگذرد و دل علاقه یعنی با دل جبر نمی شود حرکت اپیکارد اندوکارد میوکارد دل خوب می شود و خون رو می پرتوید و خون توسط شوره ها به سر میگذرد و از بالا یعنی از البته جاهای مخصوص مرکز عصب که اخبارات های می بیان که کسلرود نمی رسد اونها هم به تنظیم میاد پس یعنی فشار به تنظیم می‌دارد یعنی شوری شیرینی و تیزی در حقیقت برای فشار بلندی تاثیر منفی می‌رساند البته در اینجا خواب باز در درجه اول هست یعنی ما اگر نادرست خواب رویم یا خواب نتونیم یا بیدارخوابی کنیم این بیدارخوابی ها هم در حقیقت یعنی فشار رو بلند میکنند خستگی پیدا میکنند خب بدیلی که در یک دقیقه 5 لیتر خون رو میپرتوید تصور کنید 100,000 مرتبه تپیده در یک شبانه روز 7,200 لیتر خون رو میپرتوید دل رو هم جبر میشود اگر خوبی ما براحت باشد یعنی این از حالت آرامی عصب ها وابسته است یعنی استرس ها استریا ها نیوروز ها دپرسیا ها البته علت های روح روانی خیلی زیاد هستند و امشب و روز که زمستان هست در حقیقت حالت ها هم دیده می شود و مناسبت بین همدیگری داروی از همه اساس یعنی این مهر و محبت است برای فشار بلند نشدن برای طبابت و برای پیشگیری او البته میگن که خوشبختی این همدیگر فهمی هست بیننده گرامی یعنی در حقیقت باید که ما همدیگر فهم باشیم مهر و محبت داشته باشیم چون که 65,000 نمونه داروهایی که در طب جهانی هست بیننده گرامی همین مهر و محبت داروی رقم 1 هم هست که گرمان های یعنی البته که خوب آرام بخشنده پیدا میکند یعنی البته دوپامین اندورفین سروتونین پیدا میکند و به در قسمت خاتمیوی برنامه‌مون خوب نسبت طبابت گلوگیاهی صحبت میکنیم که چیها فایده دارند بغیر از اونه که مشق‌های مخصوصی گردن هست یعنی اگر ما با علامین انگشتمان یعنی علامین قسم پایانی منهمون رو 1 دقیقه مالش دیم این هم فشار پس می شود اگر ما اینجا یک نقطه است بیخا صد کسل استوبالیزم این رو هم مالش دیم یعنی فشار پس می شود و اگر ما گوش‌ها رو مالش دیم فشار پس می شود و بعد نسبت گلوگیاها یعنی خوچ ما اگر خوچ رو خوب نیم کوفته در نیم لیتر آب جوش آمده انداخته 12 ساعت ایستاده فردا 2 استکان آب شیرگرم نوشیده بعد 1 استکان یعنی آب خوچابی که شب تیار کرده بودیم ولی دهان رو زود محکم میکنیم چون که یعنی اکارسمین کسلات اسکاربین ویتامین C هست و انامی ویتامین C اسکاربیناز میشد اگر به شکلی دهانی اون یعنی ظرف رو محکم نکنیم و این یک دوم این هم برای دل هم برای فشار هم برای گرده 2 قاشق مثلا خوب یعنی خوری 2 قاشق کلان رو دلانه رو در نیم لیتر آب جوشانده البته خوب به یگان شکر و بعد خوراک در اشکمب بعد خوراک خوردن ما 1 استکانی 2 یا 3 بار می نوشیم که این یعنی هم کالی مگنی دارد کار دل رو خوب میکند خاصیت های خوبی یعنی الاستیکی چندری رگ ها رو وسیع میکند کار گرده ها رو هم خوب میکند کار روده و معده رو هم خوب میکند به اعصاب هم تاثیر میرساند و فشار به تنظیم هم میدارد خب و به خاطر تنجیه و تنصیحاتی خانوادگی شما باشد عزیزان دل و برنامه‌مان حسن انجام میبخشیم سلامت باشید